الرحمن الرحیم. امیر حسین هستم از بلژیک. ضمن عرض سلام به ارادت خدمت برادران عزیز، استادان گرامی، جناب آقای سلیمانی و آقای انصاری و همچنین بقیه همکاران و عرضم به حضور انبر شما. چند وقت پیش داشتم شبکه ایران رو نگاه میکردم، دیدم این آقای آیت الله جواد آملی داشت در رابطه با امامت صحبت میکرد و مطلبی گفت که واقعا منو شوکه کرد. ایشون داشت در رابطه با این که امامی که فوت میکنه و از دنیا میره از اهل بیت و امام بعدی به چه شکلی امام میشه، صحبتش این بود که از امام موسی کاظم پرسیدند، البته ایشون حدیثی هم داشت در این رابطه میخوند که حالا آقای زراره بوده یا کسی دیگه ای، پرسیده که ابن رسول الله شما از کجا میفهمید که امام شدید؟ در جواب ایشون امام عرض کرده حالا من که فکر میکنم این جعلی و دروغه. گفته که امام فرموده که هر وقت ما در خودمون ذلتی احساس کنیم میفهمیم که به مقامی رسیدیم. من میخواستم به این آقایون علمای شیعه و این آقایونی که پای منبر اینا میشینن، اینا عقلاشون رو واقعا تعطیل کردن. آخه این توهین از این بالاتر میشه که یک کسی از اهل بیت امام میشه از طرف خداوند، به قول خودشون منصوصه، بعد هر وقت ذلت احساس کرد، ذلیل شد، اون وقت میشه امام. و این توهینه دیگه. عرضم به حضورتون قرآن میفرماید فاستقم کما امرت. ما موحدین برابر آیه قرآن و دستور خداوند باید استقامت کنیم همانجور که امر شده. ما وظیفه داریم همانجور که شماها دارین روشنگری میکنین، ما به عنوان شیعه های هدایت یافته گاه گداری یه مطلبی رو عنوان بکنیم. تا زمانی که من شیعه بودم تو این هیئت‌ها برای تاسوعا و عاشورا و موقعای دیگه میرفتم، اینها سر ظهر که میشد شروع میکردن آیه امن یجیب و مضطر اذا دعا و یکشف السوء رو مرتب میخوندن، ولی آخرش خراب میکردن. آخرش برمیگشتن میگفتن یا حسین مدد، یا ابوالفضل مدد، یا رقیه مدد، یا علی اکبر مدد، به داد ما برسید، یا امام زمان مدد. خب شرک دیگه. آقایون شیعه تو ایران 75%شون جز اون دهه عاشورا تو این مسجدها و مسجد که نه، تو همین سینه زنی ها و حسینی ها فقط پیداشون میشه. بقیه موقع ها مراسم نماز صبح، مسجد نماز ظهر، نماز مغرب، اینا هیچ کدوم پیداشون نمیکنی. 70% از شیعیان داخل ایران قرآن خوندن و یه 4-5 تا آیه بلدن، همونو تکرار میکنن و میگن ثواب داره. اصلا نه معنیشو میفهمن نه تدبر میکنن در آیات قرآن. من میخواستم به این آقایون شیعه بگم، عرض کنم خدمتشون، آقایون محترم، آقایونی که محب اهل بیت هستید، برید یکم قرآن بخوانید. اول آیه قرآن رو که شروع کنید، سوره فاتحه که در نمازم تکرار میکنید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی فقط از خدا باید اطاعت کنید، فقط خدا رو پرستش کنید. بعد که برگردید به اولین سوره میگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. آیا شما شیعه ها متقی هستید؟ تقوا پیشه کردید؟ شما میگید امام رضا دست به تابلو میزنه، شیری که داخل تابلو نقاشی شده به اذن خداوند به دستور امام رضا خارج میشه و میاد مثلا فلان کافر رو میخوره. بابا دست بردارید از این حرفا، کم این خرافات رو به کار ببرید، برید موحد بشید، برید قرآن بخونید. توصیه من به شما اینه که قرآن بخونید، آیات قرآن رو تدبر کنید، درش عقلاتون رو به کار بندازین، عقلاتون رو تعطیل نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما برادر عزیز آقا امیر حسین از بلژیک. آقا امیر حسین واقعا سخنهاشون بسیار منطقی هست، بسیار از نشان از
درد دلی عمیق داره، نشان از دردهایی داره که ایشون حس میکنند، اون چیزی که همه ما باید حس بکنیم. همه ما باید هنگامی که ببینیم عزیزانی هستند که حقیقت رو گم کرده اند در واقع و یا حقیقت رو از آنها پنهان نموده اند، باید دلسوز باشیم برای اونها. در مورد حدیث جعلی و دروغ که شما بهش اشاره کردید، شک نکنید برادر عزیز امیر حسین که این احادیث جعلی هست، دروغ هست و به دروغ به ائمه بزرگوار اهل بیت و به ویژه امام جعفر صادق بسته شده، در واقع نسبت داده شده به دروغ. این احادیث ساختگی هست، جعلی هست و این امام بزرگوار بری هست و پاک از این سخنان بیهوده و نادرست. همچنین که حالا شما به این اشاره کردید که این حدیثی که میگن هنگامی که ائمه در خودشون احساس ذلت کردند میدونند که امام شدند. حالا امام زمان که میگن اصلا بعضیا میگن در شکم مادر امام بود، بعضیا میگن 3 سالگی امام شد، بعضیا میگن 5 سالگی. بالاخره نمیدونیم ایشون اصلا اون توان رو داشت که بفهمه در خودش احساس